بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. در این ایام یکی از سوالهایی که مطرح می شود این است که می گوید زکات فطره امسال چه مقدار است؟ زکات فطره امسال را 100 تومان اعلان کرده است. حالا بعضی بیشتر و بعضی کمتر، همون حد میانگینش 100 تومان است، یعنی هر نفر 100 تومان باید زکات فطره بدهد. سوال دیگری که گاهی مطرح می شود این است که می گوید من خالم فقیره یا عمم یا دایی من، آیا به اینها هم می شود زکات فطره را داد؟ از نظر شرعی بهتر این است اگر کسی از نزدیکانش فقیر باشه، برادرش فقیره ندارد، خواهرش فقیر است ندارد، یا خاله یا دایی یا عمو یا عمه یا فامیله های دیگر، باید و بهتر است که زکات فطرهش را به اینها بدهند. منتها زکات فطره به واجب النفقه ها داده نمی شود. واجب النفقه ها یعنی پدر، مادر، فرزندان و همسر. به این 4 طایفه زکات فطره داده نمی شود. چرا؟ چون اینها واجب النفقه هستند، یعنی واجب است باید نفقه اینها را تأمین کنه و لذا به اینها نمی شود زکات فطره اش را بدهد. در ضمن نماز امشب، شب 28 ماه مبارک رمضان 6 رکعته و در هر رکعت بعد از حمد 10 مرتبه آیت الکرسی و 10 مرتبه سوره کوثر، انا اعطیناک الکوثر، و 10 مرتبه سوره قل هو الله احد دارد. موقعی که سلام داد صلوات دارد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و هر کسی بخوانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام